سلام، وقت شما بخیر. انشالله خوب صحتمند سرحال باشین. در ویدیو قرار است ما شما گزارشات مالی سالانه استیت فلوریدا را به شکل عملی انجام بدیم. البته که ما را با نام فلوریدا انوال ریپورت یاد میکنیم. این ویدیو که با کسایی هستند که از LLC شان یک سال گذشته و باید این گزارشات انجام بدن که در غیر صورت قرار است بالاتر از $400 حتی امکان داره اینا جریمه شوند و ددلاین از به تاریخ 1 می هست. خوب از این چند روز که فرصت دارین حتما این انجام بدین و میریم روی اسکرین و مرحله پروسس ایدی میخوایم برای شما به شکل عملی انجام بدیم. موفق باشین. سلام، وقت شما بخیر. خب اولین کاری که میکنیم از اینجا میریم به وبسایت به نام sunbase.org. وبسایت هستن که ما شما قرار است گزارشات مالی خود اینجا انجام بدیم. البته وبسایت دولتی هست. در قدم اول یا نخست کاری که بکنین از اینجا برین بالای موضوع سرچ ریکاردز. اینجا جایی هستن که ما شما میریم یک بار کمپانی خود سرچ میکنیم یا پیدا میکنیم که ببینیم آیا اکتیو هست یا نیست و یک نیاز به داکیومنت نمبر دارن که ما اینجا قرار است بر شما بگویم. خب به قسمت سرچ بای آمدیم، به قسمت گزینه نیم میریم. به این شکل اینجا بخش انتیتی نیم که از ما شما میتونیم نام کمپانی خود مشخص کرده، بعدا بالای گزینه سرچ نو کلیک بکنین. وقتی که من سرچ کردم از این قسمت کمپانی نیم مرا آورد که فعلا اکتیو است، یعنی استاتوس از اکتیو است و از خود یک چیز را داره به نام داکیومنت نمبر که خوب است ایره پیش خود کپی بگیرین یا یادداشتش بگیرین. من به طور مثال به این شکلی را کپیش میگیرم، به این قسمت میرم و یک موقع به این شکلی را کپی پیست کردیم. بعد از اینکه شما داکیومنت نمبر را پیش خود گرفتین، پس از این قسمت بک میکنیم، یعنی به عقب میریم. یک بخش دیگه داره به قسمت manage and change existing business. ما و شما از اینجا گزینه را داریم به نام فایل انال ریپورت که قرار است ما و شما گزارشات خود از این قسمت انجام بدیم. خب این قسمت یک مقدار اطلاعات یا گزینه‌ای را بر ما گفتن و از اینجا گفتن که اگر شما قرار است گزارشاتتان تا اینی ساعت که بر ما اینجا مشخص کرده در تاریخ 1 می انجام ندین، قرار است شما این قدر مقدار پول را جریمه شوین. دیگه خوب است که هر چه زودتر به خیر اقدام بکنین. خب ما و شما قرار است گزارشات مالی خود انجام بدیم. از اینجا بالای گزینه کلیک هیر تو فایل یور 2025 انال ریپورت بالاش کلیک میکنیم. این قسمت بعدی که از پیش ما و شما داکیومنت نمبر میخواین. ما اما داکیومنت نمبر را یوز میکنم که از اونجا قبلا داشتیم. دیگه خوب است که مطمئن شوین که اکانتتان یا کمپانیتان اکتیو هست. در غیر صورت باید مشکلش را پیدا کنین که احتمال داره شاید از ریپورت هایی که باید انجام میدادین شاید انجام نداده باشین. خب بعد از اینکه من داخل اکانت خود وارد شدم، از اینجا مرحله را دارن که باید ما و شما اطلاعات خود چک بکنیم یا بررسی بکنیم و این مقدار پول به خاطر از اینکه بتونیم کمپانی خود تمدید بکنیم قرار است پرداخت بکنیم که $138 میشن. البته فعلا ما و شما یعنی زمانش است که باید انجام بدیم. یکی از گزینه‌هایی که باید اینجا یادتان نرن این قسمت EIN نمبرتان است که ما متاسفانه اینجا نرساندیم. دیگه ادیت میکنیم، مشکل نداره. دیگه مکمل اطلاعاتتان چک و بررسی بکنین. خب من بالای ادیت کلیک میکنم. از این قسمت EIN نمبر که از سر میرسونم. بعد از اینکه شماره مشخص کردین بعدا بالای گزینه سیف کلیک میکنیم، یعنی او هم ذخیره شد. به این شکل میریم بالای مرحله بعدی. این قسمت یک گزینه را به نام سرتیفیکیت آف استاتوس دارن. دیگه فقط یک سند را به خاطر وضعیتش براتون میتن که یک مقدار پول را میگیره که فعلا به درد ما شما نمیخورن. خب ما بالای گزینه موو کلیک میکنیم تا بریم بالای مرحله بعدی. مرحله آخر که از مرحله فاینال ریویو است که با شما مکمل باید وضعیت اطلاعات که داریم بررسی بکنیم. این قسمت آخر که هستن میگن this is in the information I want to report. میگه مکمل اطلاعات که در قسمت بالا میبینی از آدرس کمپانیتون الا تا ایاین نمبر که دارین کلش اونجا هست. خب به قسمت ایمیل آدرس اینون قرار است ما ایمیل آدرس را برسانم که اگر کدام موضوعی باشه یا کدام داکیومنت باشه را برای من اینجا باید اینا خبر بدن. خب ما اینجا ایمیل آدرس خودم مشخص میکنم به این شکل. خیلی خوب است. بعد از اینکه شما را مشخص کردین از اینجا type name of individual sign in here نام شخص قرار است ما مشخص بکنیم که اینجا می باشن یا به اصطلاح یک نوع قرار است امضا میکنن. من مشخص کردم. تایتل که از اما عنوان کاریتان میتونید مشخص بکنین که به طور مثال من اینجا منیجر گرفتم. دیگه رو نظر به داکیومنت هایی که دارین با خودتان ببینین. بعد از اینکه مرحله تکمیل میشن مرحله آخر مرحله پیمنتی هستن. من بالای move on to payment کلیک میکنم. این قسمت که از قرار است با شما پول پرداخت بکنیم. خب این قسمت پیمنت آپشن کردیت دیبت کارت هست، چک مانی اوردر است و بعضی روش های دیگه هستن. من میتونم از گزینه اول یا گزینه دوم انتخاب بکنم
او را وابسته به مو اکانت بانکی هستن که شما دارین. خب من چون دبت کارت دارم قرار است از این انتخابش بکنم. بعد از اینکه بالای مرحله کانتینیو کلیک میکنیم، مرحله آخر اینی مرحله پیمنتی هستن که از اینجا اطلاعات اکانتتان یا اطلاعات اکانت بانکیتان که رساندین پول از اکانتتان گرفته میشن و بعد از او یک ایمیل را شما میتونین دریافت بکنین و ببینین که بخیر بدون کدام مشکل بدون کدام موضوعی این انجام میشن. البته در کل اینم قدر موضوع را به خود دارن دیگه. خوب است حتما این انجام بدین که مبادا که خدای نکرده کمپانیتان جریمه بخوره و حتی دیگه نتونین که او را ادامه بدین یا هم بیخبر بانین. موفق باشین.